баъди занги охирро ташкил кардан як хонандагон ба ҷӯшу хуруҷ меоянд, ҳамроҳ ба сайру гашт мераванд, харҷҳои зиёд, либос масалан ҳар гуна лентаҳо харидорӣ мекунанд. духтарако бошад ба мана толорои ҳусн рафта истода худашонро орои зебо медоданд ки ин ҳам харҷи зиёд буд, ҳам вақти зиёдро талаф медоданд. ман фикр мекунам ки вақте ки аз ин корҳо ваҳо дур мешаванд, вақтҳои худро ба корҳои беҳуда сарф намекунанд. محض با این مقصد در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سوغد زنگ کمالات نوابسته از شکل مالکیت تجلی کرده نمی شود. تنها در مجلس تنتنوی خوانندگان فعال قدردانی کرده می شوند. سیف الله رحمتوف معاون سردار ریاست معارف در ولایت سوغد گفت که مقصد از بیکار کردن زنگ کمالات یا خود زنگ آخر این برهم دادن خراجات مالیوی اضافه می باشد. مقصد اساسی من کردن برگزاری این چهاربینی در آن است که باید با طلبات‌های قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم را رعایت کنیم. طرف‌های بیگاه رفته 6 تا البته اونجا نوشاکی میشه، نوشاکی اسپریتی میشه، دیگر حالت‌ها میشه. اینا ما اثر گذرانیدیم، ما در تجربه دیدگی هستیم. حادثه‌های ناخوش که از قفای همه یک چهاربینی اویلا ویران میشه، مثلا ناکام میشه. همون بعضا همه خیلی حادثه ها بود که تا باید دست دادن جان خود آورده رسانیدگی بود. مقصد دیگر تجلیل نکردن زنگ آخر این دست نزدن به هر گونه عملهای ناخوش از جانب خوانندگان است. مسئولین ریاست معارف در ولایت میگویند که به هر یک مؤسسه‌های تحصیلات میانه برای نگذراندن زنگ کمالات مکتوب ارسال کرده شده است. مکتوب مذکور به سردار هر یک مؤسسه تعلیمی دسترس شده است. معاون دیرکتور اوید به کارهای تعلیم و تربیت در گیمنازیای رقم 4 شهر خوجند ابراز می‌دارد که مکتوب ریاست معارف به آنها رسیده است. ما از وزارت معارف مکتوب آگاهنامه پیشنهاد شده است که ما زنگ آخر را قید کردن ممکن نیست. برای همین ما با پدر و مادران، با خواننده ها، با همشون مجلس گذرانیده به آنها فهماندگی که زنگ آخر نمی شود. طبق مکتوب وزارت معارف جمهوری تاجیکستان و فرمان شعبه معارف اویدی تشکیل نکردن زنگ آخر و دیگر چهاربینی ها در گیمنازیا کاربری پای در پای رفته ایستاده است. برگزاری جمعیت‌ها در طربخانه‌ها، راسانی در سرخور ایدانه تشکیل ضیافت یا تقدیم تحفه به ختم کنندگان یا استادانشان قطعاً منع کرده شده. در حالت رخ دادن چنین حادثه چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. نظارت تشکیل نکردن چنین چاره‌بینی‌ها به دوش راهبران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و خود والدین ختم کنندگان واگذار کرده شده است. ماموریت گیمنازیا، دیرکتور گیمنازیا، معاونان و کارهای فهماندهی در بین راهبران صنف‌ها گذراندند. هر یک تا راهبر صنف اساساً من صنف‌های ختم است، صنف 9 11 آگاهانده شده است. از آنها زبان خطا گرفته شده است. هنگام تشکیل کردن چنین چهاربینی‌ها راهبران صنف جوابگو میباشند. نماینده ریاست معارف تشکیل زنگ کمالات را خراجات زیادتی نامیده ابراز می‌دارد که این عمل به بودجه عائله تاثیر منفی می‌رساند. درس خود در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در سال تحصیلی 2021-2022 برای صنف‌های یکم 25 می و برای صنف‌های 2 11 تا 1 ایون ادامه خواهد یافت. ختم کنندگان چطور گسیل کرده می شوند؟ به این سوال معاون سردار ریاست معارف در ولایت سوغد چنین پاسخ داد: یعنی 1 ایون اگر خوانندگان به مکتب میآیند در مؤسسه تعلیمی جماعت پگاهی روزی برگزار میگردد. در این جماعت آن خوانندگانی که در دوام سال خوانش به دست آوردن نویل گردیدند آنها را قید میکنند. این روز آخرین تحصیل می باشد و بعد این اتستاسیون از صنف به صنف گذرانیدن و ختم آغاز می یابد. سال تحصیلی روان گیمنازیای رقم 4 شهر خوجند را 273 نفر صنف‌های 11 و 269 نفر صنف‌های 9 ختم می‌کنند.
вилояти суғдро 34,000 нафар синфҳои 11 ва 43,000 нафар синфҳои 9 ба итмом мерасонанд. аз миқдори хатмкунандагон 59.3% барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ бо воситаи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳуҷҷат супориданд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.